اینجا عمارت دیوانخانه است. این بار برای حال خوبم دیدن از این عمارت قدیمی که مربوط به دوران زندی است رو انتخاب کردم. عمارتی که سالها متروک باقی مونده بود و حتی همین الان هم بسته است و باید با هماهنگی قبلی بتونی از این عمارت زیبا دیدن کنیم. اینجا جاییه که بعد از اینکه حکومت قاجار حکومت رو به دست میگیره، تخت مرمری که امروز تو کاخ گلستان هست از اینجا برده میشه. تخت مرمر، ستون‌های حتی این عمارت و یک سری تزئینات ارگ کریم خان به دستور آقا محمد خان به محل حکومتش که تهران بوده برده میشه. در دوره قاجار زیاد از این مکان استفاده دیوانی نمی کنن. این مکان یه محلی بوده برای اقامت و رفت و آمدشون، تا اینکه در زمان ناصرالدین شاه تلگراف وارد ایران میشه، زمانی که انگلیس تصمیم میگیره تلگراف های خودش رو به هند که مستعمرش بوده برسونه. مجبور بوده که تلگراف رو در ایران دایر کنه. خب ناصرالدین شاه این امتیاز رو به انگلیس میده، اما یه شرط برای انگلیس میذاره. میگه اگه قراره تلگراف خانه توی ایران به کار گرفته بشه، یک اتاق هم برای تلگراف خانه باید در نظر گرفته بشه که بیشتر تلگراف خانه های ایران در یه مکان های احداث می شدن که قبلا دیوان خانه بوده. از دروازه قرآن تلگراف به دروازه اصفهان و سپس اینجا می اومده. اینجا بهترین بنا بوده برای تلگراف خانه. خب چون هم از این مکان هیچ استفاده ای نمی شده و همین که از لحاظ محل احداث تلگراف خانه بهترین جایی بوده که میتونسته انتخاب بشه. بیشتر تحصن‌ها و بزم‌نشینی‌ها تو این مکان اتفاق میفته. یکی از طولانی ترین تحصن‌ها مربوط به انقلاب مشروطه و انجمن اسلامی در این مکان اتفاق میفته. در زمان مظفرالدین شاه اول بلوای گران شدن نون اتفاق میفته. همزمان زمزمه مشروطه خواهی تو ایران میپیچه و ادامه بلوای نون به مشروطه میپیونده. مظفرالدین شاه با انقلاب مشروطه موافقت میکنه که این همزمان با حکومت قوام سوم بوده که قطعا قوام سوم دوست نداشته انقلاب مشروطه اتفاق بیفته. شورای ملی، انتخابات، چون همه اینا باعث تضعیف حکومت و قدرت قوام می شده. 40 روز تحصن در این مکان باعث میشه که قوام السلطنه برکنار بشه و کسایی که تحصن میکنن به اون نتیجه دلخواه خودشون برسن. این همه زیبایی، این پنجره ها، این رنگ های زیبا که وقتی نور رنگشون رو صورتت میفته یه احساس عرفانی بهت دست میده. این سقف زیبا، نمیدونم، تکه به تکه ایران ما زیباست. جاهایی که حتی فراموش شدن، متروک موندن، اینجا باید به دنیا نشون داده بشه. اینجا باید پر از توریست باشه که متاسفانه امروز تو شیراز، نه تنها تو شیراز، تو ایران هیچ توریستی دیده نمیشه و جای خالی توریستا بدجوری دل آدمو میسوزونه. یه جوری باید بگیم خدا بیامرز توریستا. اینجا معماری قرینگیه که توی بیشتر بناهای دوران زندیه میتونید ببینید و لذت ببرید. اگه دوست دارید جاهای دیدنی و بکر شیراز رو ببینید، حتما ویدیوهای بعدی منو دنبال کنید تا براتون از ناگفته و نادیده ها بگم.